سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که کلا استیم چیه، چجوری میتونیم از استیم بازی بخریم. بعد و آخرا میخوام بهتون بگم که راحت ترین و ارزون ترین راه خرید بازی از استیم چیه و چجوری میتونیم بازی ها رو خیلی ارزون تر، حتی قیمتی که روشون خورده بخریم. پس تا آخر ویدیو همراه باشید. خب اما بچه‌ها، برای بخش اول ویدیو طور کلی اگه بخوام بهتون بگم که استیم چیه، استیم یه حالت سوشال مدیاتوری داره که شما میتونید داخلش بازی بخرید به طور اورجینال. بعد بازی‌های رایگان داره، چند تا بهترین بازی رایگان هم تو همین ویدیو بهتون میگم. بعد دیگه کلا یه حالت سوشال مدیاتور، فضای مجازی ماننده یه شبکه اجتماعی که راهی که هست میتونید باش بازی بخرید. و البته اول بخوام بهتون بگم از کجا میتونید دانلود کنید برنامه رو. خیلی راحت، فقط کافیه برید داخل اینترنت بزنید استیم، بنویسید استیم STEAM، بعد داخل کروم یا حالا فایرفکس سرچ، بعد با یه عالمه سایت رو برو میشید. هم میتونید از سایت های داخلی بریزید، هم میتونید برید از خود استیم برید، از خود سایت استیم برید، steam.com. و اینم در نظر داشته باشید برنامه کاملا رایگانه، ثبت نام کردن توش کاملا رایگانه و یه حسن دیگه داره نسبت به تمام بقیه استورهای کامپیوتر. بریم برای بخش دوم. خب اما برای بخش دوم، اول از همه میخوام بهتون بگم چجوری میتونیم اکانت استیم داشته باشیم. استیمو که بچه وقتی دانلود کردید یه حالت خیلی یا اشتباه نکنم آپدیت مانندی میاد که بعد آپدیت کنید. تقریبا یه چند دقیقه طول میکشه، شاید 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه براتون طول میکشه، بستگی حالا به اینترنت و سیستمتون داره. بعد از طول کشیدن براتون میاد بالا که بعد لاگین کنید یا ثبت نام کنید، ولی نمیخواد لاگین و ثبت نام کنید و چیکار باید بکنید. اول از همه باید بهتون بگم که اگر بهترین راه اینه که بچه برید اکانت های دست دوم بخرید. یعنی چی؟ یعنی من الان مثلا دیگه نمیخوام بازی کنم، مثلا کلا نمیدونم، مثلا یه اتفاقی افتاد دیگه نمیخوام بازی کنم یا کامپیوترم فروختم یا هرچی، میام این اکانت استیممو میذارم برای فروش. توی اینترنت بزنید یا توی دیوار مثلا یه شیپور بزنید، خیلی ویدیو میاد، خیلی اکانت میاد بالا. امکان داره بعضیاشون حالا چیز بشه، یعنی سرتون گلا بذارن، پولو بگیرن و اکانتی بهتون ندن، ولی 90% مواقع اینجوری نیست. ایمیل رو عوض کنید و اینا. و بهترین راه اینه و ارزون ترین راه هم هست. ولی اگرم نه بخواید یه اکانت خودتون بسازید و اکانت خوبی پیدا نکردید یا الان تو دوره تخفیفا دارید این ویدیو رو میبینید، چیکار باید بکنید؟ اول از همه تو همون قسمتی که بود بهتون گفتم باید لاگین کنید، باید اکانت بسازید. میرید خیلی راحته، یه اکانت میسازید، اکانت ساختید، وارد اکانت شدید، 100% همه قیمت ها براتون دلاره، USD. یعنی الان بیاید تو قسمت استور همه USD. الان مثلا FC25 برای من تخفیف برده، تخفیف ویکند 679 تا واحد اوکراین، اشتباه نکنم، نمیدونم خیلی اسم سختی داره، نتونستم الان بفهمم. مثلا این چیه؟ این بازی جدید اومده، تا حالا ندیده بودمش. اینم داشتم همینو بهتون گفتم. پس این دلیلش وقتی که میاد اینجا، پس همونطور که بهتون گفتم 100% پولتون دلاره و ریجرنتون هم ایرانه. کاری که باید بکنید دوباره میرید کرومتون باز میکنید موقعی که میخوای بازی بخرید. مثلا شما میخوای بری بازی GTA V رو میخوای بری بخری، مثلا GTA V تخفیف 50-60% خورد، من تو اینترنت مینویسی خرید GTA V. حالا چون من کیبوردم فارسی نبوده انگلیسی بوده، فارسی تایپ کردم این شکلی در اومد. من الان مثلا این خرید بازی رو من در واقع نوشتم، خرید بازی GTA V. این که بزنی این همه سایت براتون میاد، تبلیغ هیچ کدوم از سایت هم نیست، یعنی نه هیچ کدومشون نه رد میکنم نه تایید میکنم، چون خیلی وقت امکان داره همین سایت ها اکانتتون رو مشخصشو بگیرن و بالا بکشن. یه دونه از سایت ها رو انتخاب میکنید، مثلا دارم میگم مثلا من گیم گیفت رو انتخاب میکنم. میایید تو گیم گیفت ریجن های مختلف رو میبینید. این در صورتیه که هنوز حتی یک بارم خرید نکردید، حتی یک بارم هنوز خرید نکردید، یه چیز خاصی نخریدید داخل
اکانت استیمت، میاد پایین اسکرول میکنی پایین، قیمت ریژن مختلفی میاد. آمریکا 2,769,000 مثلا، این 2,147,000. ارزون ترینش الان برای جی تی ای وی الان مثلا اروگوئه و برزیله. ولی چیزی که تو همه بازی‌ها معمولا پایین ترین قیمت داره اوکراینه. پس پیشنهاد بهتون میکنم ریژن اوکراین بخرید. اینو که زدید، یوزر نیمی که اونور زدید و پسورد اکانتی که اونور زدید رو مینویسید، افزان به ثبت میکنید، حالا لاگین میکنید تو همین سایت، میرید میخرید بازی رو و بازی رو براتون میفرستن. میتونید یه بازی، ولی یادتون باشه یک بازی بالای $5 بخرید. یعنی حساب کنید یه بازی بالای $5. نخواستید این کارو بکنید، دقت کنید، این برای موقعیه که اکانتتون خامه، یعنی هنوز چی روش نخریدید. حالا چرا میگم این کارو بکنید؟ این سایت ها یه قابلیت که دارن، شما وقتی بازی رو میخری ریجنت هم به همون بازی تغییر میدن، در صورتی که قبلا خرید نکرده باشید. در صورتی که خرید نکرده باشید. هنوز هنگ کردم چون دسته‌بندی نوشته فورتنایت که تموم شد. خیلی عجیب بود دسته‌بندی که گذاشتیم. بعد آره دیگه میای اینجا، بعد کنم اینجا هم براتون خودشون نوشتن که چه جوریه. اینا رو که زدی تموم شد رفت، خریدی، ریژن اکانتت هم 100% عوض شد. ریژن اکانتت که عوض شد، قیمت واحد پولت هم عوض شد. حالا مثلا یه مقدار خیلی کمی 6,000 تومان هم تر حساب ولتتون میمونه و میتونید ببینید که به همین آرم باشه، یعنی آرم USD نباشه. بعد از اینکه این کارو کردید دیگه برای خرید لازم به این نیست که شما برید تو اون سایت بخرید. چرا؟ چون سایت گرون بهتون میده. تنها کاری که باید بکنید چیه؟ بیاید قسمت کامیونیتی، قسمت مارکت. قسمت مارکت که شما اومدی یا اینجا، برای شما قبل اینجوری نیست. چرا؟ چون مارکتتون بسته است. مارکتتون رو باید باز کنید. برای باز کردن مارکت باید حداقل $5 هزینه کنید که بازی بخرید. شما قبلا یه بازی $5 خریدی که همزمان هم ولتتو باز، هم مارکتتو باز کردی، هم ولتتو در ریجنش عوض کردی، هم ریجن اکانت. پس با یه تیر 3 تا نشون داری میزنی با اون روشی که بهت گفتم، ولی بازی بالای $5 بخری باشه. بعد که میای اینجا میبینی مثلا چند تا برای گزینه آورده، استیم گاردت فعال نیست، 14 روز نگذشته از اتفاق افتادن این قضیه. چیکار میکنی؟ میای استیم گاردت هم فعال میکنی. استیم گارد حالا از کجا باید فعال کنیم؟ میایم ستینگ، سکیوریتی، منیج استیم گارد رو که بزنیم میاد بالا. روی گوشی موبایلتون استیم رو هم یه نصبش میکنید و داخلش همین چیزو میزنید، همین مشخصات و یوزرنیم اینا رو میزنید، یه کد به ایمیلتون میاد، اون قبول میکنید و استیم گارد فعال میشه. بعد از 15 روز که از این اتفاق میگذره چی میشه؟ مارکتتون فعال میشه. مارکت در واقع یه جورایی انگار بازار مارکت، آیتمای توی بازی‌ها رو میتونید بخرید بفروشید. یه هست نسبت به تمام کنسولا. یا اینجا یه آیتم اینجا هست به اسم کلید TF2 تیم فورترس 2. این کلید که الان قیمتش 90 واحده، حالا من اسم اون نمیتونم بگم، 90 تاست. میای شما چیکار میکنیم؟ میای دوباره داخل اینترنت مینویسی خرید کلید TF2. لحظه من کیبورد رو دارم. خب خرید کلید TF2، خرید کلید TF2 رو شما بزنی این همه سایت میاری، باز هم یکیشو میری انتخاب میکنی میزنی. بعد که اون کلید رو خریدی میای اینجا ترید لینک ازت میخواد. ترید لینک تو حالا مثلا هیچ کدوم من میگم نه تایید میکنم نه رد. ترید لینک ازتون میخواد. ترید لینکی که میخواید و میخواد ازتون رو از کجا باید بیارید؟ میاید اینجا ویو اینونتوری رو میزنی. بعد که اینو زدی میای بعد ترید آفر رو میزنی. بعد میای who can send trade me اینو میزنی. این دشمن هیچ وقت نزنید. اینو کپی، اون یعنی یه لینک جدید براتون میسازه. اینو کپی میکنی
و میای میندازی تو این سایت. پیس تموم شد. این کارو میکنی. بعد که خریدتو بکنی، حالا هر چند تا کلیدی که میخوای، چه اتفاقی برات میفته؟ کلیدا رو برات میفرستم. کلیدا رو میای از این قسمت، همین اینجوریه زنگوله براتون میاد، کلیدا براتون کلیدا میاد. حالا الان برای من آیتم جدید برده، کلیدا براتون تو اینونتریتون میاد. بعد که اومد دوباره میای تو کامیونیتی مارکت، بعد میای سلن آیتمو میزنی شما. بعد حالا میری رو اونجا، این بالا قسمت تیم فورترس 2 اومده، رو آیتمی که میخوای بفروشیش بزنی. مثلا من میخوام الان اینو مثلا میخوام بفروشم، قیمتش مثلا 4 دلار، میام اینو سلو میزنم و قیمتی رو که میخوام میزنم، اجری رو میزنم و وقتی که بزنم یه درخواست برام میاد توی استیم گاردن و میرم تو استیم گاردن رو قبول میکنم و به همین سادگی فروش میره. دقت کنید هر قیمتی بود، الان مثلا دارم میگم، الان مثلا این 1.50 تا پول اوکراینه، 1.50 صدم پول اوکراینی، شما میزنی 1 مثلا 49، 1.40 چیز 1.40 صدم واحد پول اوکراین که درجا فروش بره. مثلا یکی دو روز معطل نشی، یه روز مثلا معطل نشی، 1 ساعت 2 ساعت. و با این کار خیلی راحت، بعد درجا پول میاد تو حالت پندینگ، بعد یکی دو روز پول میاد تو ولتتون و میتونی هر بازی که میخوای بری بخری. پیشنهادم اینه که مثلا یهو یا عالمه بخرید، یا مثلا 20 تا 10 تا 30 تا کلید بخرید بذارید تا برای یکی دو سالتون بسته. بعد دیگه ویدیو هم به آخرهای ویدیو هم رسیدیم. دست همتون در نکنید که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. پیشنهادی، انتقادی، چیزی داشتید هم تو کامنت ها من بگید، ممنون میشم. یه کامنت برام بذارید، حالا نظری چیزی داشتید. بعد ویدیو لایک کنید و اگر هم دوست داشتید سابسکرایب کنید. دست همتون در نکنه. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.